شرط می‌بندم نمی‌دونستید یکی از اولین قهرمان‌های حقوق بشر دنیا یه پادشاه ایرانی بوده. با کوروش کبیر، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی آشنا بشید. این رهبر بزرگ که تو قرن ششم پیش از میلاد به دنیا اومد، فقط مادها، لیدیها و بابلیها رو شکست نداد، بلکه اولین امپراتوری جهانی واقعی رو ساخت. اما یه نکته جالب، کوروش فقط یه فرمانده قوی تو میدان جنگ نبود. اون یه آدم با فکر و روشن فکر بود که به فرهنگ‌ها و باورهای مختلف احترام میذاشت. استوانه معروفش، استوانه کوروش، یکی از اولین اعلامیه‌های حقوق بشر به حساب میاد که روی آزادی و عدالت تاکید داره. میراث کوروش فقط قدرت و جنگاوری نیست، بلکه احترامش به کرامت انسانه. به همین دلیله که اسمش تو تاریخ خیلی میدرخشه. پس دفعه بعدی که در مورد امپراتوری‌های باستانی چیزی شنیدید، کوروش کبیر رو یادتون بیارید. رهبری که واقعاً لایق این عنوان بزرگه.